بیننده عزیز السلام علیکم. خب وقتی به شبکه‌های اجتماعی نظر میکنیم میبینیم که شبکه اجتماعی به میدان نبرد فکری تبدیل یافته است که البته جنبه خوبی هم دارد. انسان چه نام آموزد، تبادل افکار میشود و شاید که همدیگر فهمی بین اقشار جامعه زیاد میشود. و روزهای گذشته برادر ما دوست ما ابراهیم سید نوردین چند مقاله درباره انتخابات ترکیه و درباره خود رئیس اردوغان و همچنین درباره مشروع و پروژه‌ای که این رئیس میخواد به راه اندازد در اطراف آن چند مقاله های نوشتن که شوونیستای ما رو خیلی ناراحت کرده است، ملتگراهای ما رو خیلی ناراحت کرده است و ملتگرای ما یک ویژگی عجیبی دارن. ویژگی عجیبش این است که فقط علیه ملت‌های مسلمان بسیج هستند. یعنی وقتی که می‌بینیم وقتی مثلا درباره ترک شود، مثلا درباره عرب شود، دیگر تمام شعر میشوند، دنداناشون نشان میتیان، موشکای خودشون نشان میتیان، بسیج میشن، هجوم میکنن به ملت‌های برادر و مسلمان ما، چه عرب باشد، چه ترک باشد و چه دیگر ملت‌های مسلمان. اما وقتی مشکل با دیگر ملت‌ها باشد، شوونیست‌های ما دیگر به دهانش آب میگیرن. مثلا چرا شخص حق داره که پوتین تعریف کنه؟ شخص حق داره که رئیس جمهوری دلخواه مملکت تعریف کند، لیکن وقتی رئیس جمهوری یک دولتی ترک تعریف کرد، مثلا ترکیه تعریف کرد یا اینکه یک عربی تعریف کرد، دیگر شوونیستا شروع میکنن به هجوم کردن، تهمت به خیانت، بد تاجیک بدبینی، نمیدونم پن ترکی است و دیگر تهمت رو به انسان، دیگر تمغه ها رو چسباندن شروع میکنن که در حقیقت من حیران میشم چرا فقط نسبتی مسلمان ها کی نداره این ملتگرای ما. شوونیسم ما فقط این شوونیسم ملی نیست، یعنی شوونیسم دینی هم هست. یک بدبینی فقط نسبت ملت های مسلمان دارن. اینقدر تاثرها، اینقدر تاجیکا رو میکشن، در روسیه اهانت میکنن، در جنگل ها میگیرن نوار میکنن، یگون شوونیست ما خب دهان نمیکشن، در دهانش آب گرفته قلفی کلان زدگی. اگر همین کارو خدا نکرده یک عربی کند، یک ترک کند یا یک دیگر ملت مسلمان کند، یک رشتار کند یا سالادو کند، تمام دنیا رو دیگه چپ و راسته میکنن، نوار دست به دست، وهمه، دیگر تعلیقات عجیب، این نتیجه تعلیمات دینی غلط و نتیجه فلان و بسمان. دیگه وقتی که اون موزردا اهانت میکند، موزردا تگ پا میکند، تاجیکه مسخره میکند، چی سخنگویش، چی کار کردنشه، نوارها گرفتن، رشه پشه کردن، تو هیچ کس، همه ملتگرا و شوونیستا خپ است. گویا که فقط شوونیسم تاجیکی علیه مسلمان ها، ملت های مسلمان دوست و برادری که ما هزارها سال پهلو یکدیگر زندگی میکرد. مثلا ملت ترک با تاجیکا هزار ساله است که در آسمان یک جای زندگی میکنیم، یک جای دولت برپا کردیم. سامانی ها هم وقت دولت داری میکردن، سلجوقی ها یاردمچی آنها بودن، لشکری آنها سلجوقی ها بودن، غزنوی ها بودن، با قراخانی ها علاقه خوب داشتن. بدتر بعض عامل های سیاسی شد که بیناشون بعد کشمکش های سیاسی شد. همین هم این شوونیست های ما میبین از همین چیز میخوان از پشه فیل ساخته جلوه، یعنی که یک مشکلی ملی و قومی جلوه دهند. مشکلی غزنوی با سامانی مشکلی سیاسی از قومی نیست، مشکلی قراخانی با سامانی مشکلی سیاسی از قومی نیست. هیچ وقت اونا بین خود برای خاطر قوم و ملتشون جنجال نکردن. دلیلش چی است؟ مثلا همین غزنوی ها رو شما مثلا میان از شوونیستا محمود غزنوی رو گویا که دشمنی فارس باشد، دشمنی تاجیک باشد، این باشد. و همین بیچاره محمود غزنوی وقتی هندوستان رو فتح کرد زبان فارسی رو کی نشکرد اونجا. تا حالا بعضی هم شوونیستای ما دست به سینه میزنن، میگن که هی زبان ما تا هندوستان بود، تا به نزدیک هندوستان با زبان فارسی حرف میزد. خدمت کی هستین؟ همین غزنوی است که فتح کرد اونجا رو، زبان مادری خودش نه، زبان فارسی برد اونجا جاری کرد. یا اینکه بعد از وای مثلا ببین تیموری ها بابر وقتی گرفته رفت از آسیا میانه اونجا دولت خودش ساخت، زبان ازبکی جاری کرد، لقایی جاری کرد، زبان تاجیکی جاری کرد، زبان فارسی جاری کرد که تا انگلیس ها اومدن زبانی یا تا به نزدیکی ها شاید که تا سالهای عصر گذشته تا نیمه های اول زبان فارسی زبانی دولتی به اعتبار میگرفت. لیکن ببینید که اینجا اگر اینها برای ملت خودشون، برای قوم خودشون دولت میساختن، هیچ وقت زبان فارسی رو زبان دولتی نمیکردن. خودی سلجوقی هم وقتی دولت دار میکردن زبان دیوانش زبان فارسی بود. عثمانی ها هم به همین شکل
یعنی که زبان فارسی و زبان برابر باید دیگرش میرفت و یک اون خلیفه و سلطان عثمانی نیست که زبان فارسی رو ندونه و قریب که بین اونها خلیفه این نیست که به زبان فارسی شعر نگفته باشد یا شعر نگوید یا با تخلص خودش داشته به فارسی شعر میگه. از بزرگترین ها سلطان سلیم، سلطان سلیمان اول، سلطان عبدالحمید دوم که به زبان فارسی شعر میگفت. با امروز میاد و اینا رو چی متهم به شاونیستای ما فقط دشمنی به همین مردم دارن، فقط دشمنی به ترک دارن، فقط دشمنی به عرب دارن. وقتی نظر میکنیم که ریشه ترک بدبینی، ریشه ترک هراسی و ترک ستیزی رو بینیم، برادر چی است؟ ریشهش غرب است. غرب یک سیاست دارد تفریقه انداز، حکومت رانی کن. برادر وقتی تاریخ نظر میکنیم خدمت هایی که مردم ترک کردن، چی دولت سلجوقیه، چی دولت غزنوی، چی دولت عثمانی، این حمایه عالم اسلام، بینش ما بینش امت است، بینش ما فراتر از ملت است، بینش ما بینش دینی هست. شاید شوونیستا اینا معقول نکنن. برای مثال سلجوقی‌ها دولت ساختن در اناتولیا، زبانش زبان فارسی بود. شما با زبان فارسی گپ میزد. مثلا همین نظام الملک که بزرگترین وزیر است و کتاب‌های هم در تألیفاتش هست که به زبان فارسی تألیف کرده است، به زبان فارسی بود. چرا شما مسئله قومی میپندارید؟ اونا براش احترام دارن به این زبان کتاب می‌نویسن. زبان دولتشون زبان فارسی بود، زبان دیوان زبان فارسی بود. مثلا سلطان سلیم، سلطان سلیمان دو، سلطان عبدالحمید خدا رحمت کنه همشون به این زبان شعر میگفتن. یعنی این نشانه چی است؟ دولت اونا دولت ملی نبود، دولت اونا فراملی بود. اونچنان که در بخارا، در خیبر، در قوقند دولت‌های فراملی بودن پیش از آمدن روس‌ها. همین روس‌ها بودن که طبق تاریخ شناس اروپا رابرت باومن میگه که همینها ویروسی سرایتی ملتگرایی رو بالای مردمی آسیای ما تحمیل کرد. همینا آمدن این ملتگرایی بسر شد، تقسیم بندی به این شکل تقسیم کردن مردم آسیا. یعنی در همین روحیه تربیت شدن، روحیه فراملی، روحیه دینی بود، روحیه ایمانی بود. بعد اینا آمدن مردم برای اینکه اداره آسان شد اینقدر تقسیم بندی کرد. حالا باشه شاونیستای ما با همین چیز سخت دست بسته کردن، سخت چنگ زده هستن. این مثلا سرحدی که امروز مثلا تقسیم کردن، سرحد روس ها تقسیم کردن. خلاصه چی است؟ وقتی که غرب دید که ترک ها دولت های مستحکم ترین ساختن به حمایت از اسلام بکنن، حمایت از دین بکردن، اونا ناراحت شدن. برای فقط در مدیا که در دست اونها هست، مدیا که در دست غرب است، رسانه در دست غرب است، چه خیلی خواهد اما همون طور میخواد جلوه دهد مردم ترک امروز خصوصا و گذشته ترک ها رو. چون که ترک شاه بحر میانه زمین بود، ترک شاه بحر سیاه بود، ترک شاه بحر سرخ بود، ترک شاه هند خلیج فارس بود. بنابراین اونها رو نمیفرد این چیز. اونها در پی قصاصگیری هستند از این ملت. بنابراین ترک به عرب، عرب به ترک، فارس به ترک، ترک به فارس میخوان که همیشه در جنگ یک به آخر گرفتار کنند تا اینکه باز همون خیرات و نیکی های این ملت ها رو دزدیده حکومت خودشون عمرش درازتر کنند. نباید که به این سیاست های تفریق انداز و حکومت کنی غربی ها داده شد. اینجوری نباید که به این شاونیستا گوش کرد. شاونیستا ما فقط جرأتشون چه گفتن به این مسلمان ها هست. برو دیدید که اگه روس تنقید کرده باشد. روس اینقدر اومد خیرات ما رو دزدیده. همین سال 1866 درآمد، 67 درآمد، 68 درآمد، فقط کارش دزدیدن است. لیکن وقتی گپ درباره عرب میراد، اصطلاح عرب، وقتی گپ درباره ترک میراد، ترکا و فلان و بسم. اما روس میراد و دهنشو آب میگیره. بنابراین یعنی وقتی که مقاله نوشته شده برادر، مقاله نیست، یعنی که وقتی پروژه رئیس اردوغان نگاه میکنیم برادر، پروژه یک اسلامی هست. پروژه است که پروژه برای آینده امت اسلام است. پروژه برای آینده امت. بنابراین اروپا تمام مجله هاش به اردوغان هجوم دارن. دیپلمات‌هاش و نماینده‌هاش هجوم به این شخصیت دارن. همه اونها آرزو دارن که همین حکومت افتاد، همین شخصیت افتاد، تو اینکه توانن که باز همون سیاست‌های استعمارگرانه پیشین خود را پیش برن. همه اینها آرزو دارن. تا یکی از اونها میگه که اگر همین انسان در همین انتخابات اگر مغلوب شود، از واشنگتن تا نمیدونم کجای شامپان کشایی میکنند و مردم شامپان نوشی میکنند، یعنی که خرسنده میکنند. چرا که
این یک انسانی است که سیاست‌های طمع‌کارانه طمع‌جویانه آنها را پیشگیری کرده. انسان است که توانست که یعنی به مردم معرفی کند که پرزیدنت میتواند که رئیس جمهور میتواند که مسجد بیاید، نماز جمعه خواند، میتواند که قرآن خواند، میتواند که مکتب‌های سازد که در آن هم تعلیمات دینی داده هم تعلیمات دنیوی داده میشود، یعنی که با هم آمیخته میشود در اونجا، هم دین می‌آموزند هم علم امروزه رو می‌آموزند. یعنی که یونیورسیت‌ها بنا کرد، پژوهشگاه‌ها بنا کرد، سلاح‌های محلی خودش ساخت، یعنی که هواپیماهای خودش ساخت، پهپادهای خودش ساخت، کشتی‌های آبی خودش ساخت، کشتی‌های زیر آبی خودش ساخت. همه این برای کی معقول نیست؟ برای غرب معقول نیست. لیکن غرب که بسیار زیرک است، روبای حیله‌گر که هست، میخواهد که این انسان‌ها به دست خود مسلمان‌ها رسوا کنه، به دست خود مسلمان‌ها اینها را بد جلوه دهد. بنابراین از هر شاوینیست‌ها استفاده می‌برند، خصوصا از شاوینیست‌های ما که خیلی گفتیم بسیارتر علیه برادرای مسلمان خودشون بسیج هستند. دیگر ملت‌ها ظلم هم کنند، زنن هم، کوبن هم پروا ندارن. هیچ گویی که هیچ گوششون کار میشه، چشمشون کور میشه، زبانشون گنگ میشه و لال میشه. فقط علیه مسلمان دیگر میخوان که صحبت کنند، علیه مسلمان پس زنند. باز میگن که ما اول تاجیکم بعد مسلمان است. تاجیکی تو پیش خدا فایده ندارد. عرب بودنت، ترک بودنت، روس بودنت پیش خدا یکون فایده نداره، یکون ضرر هم نداره. پیش خدا ایمانی تو فایده دارد، مسلمانی تو فایده دارد. تا چی درجه تقوا داشته خدا ترس بدید. بنابراین به این دسته های شوونیست‌ها داده نشون. این شوونیست، این ملتگرای ما، این نیوناتیست‌های ما، یعنی که فقط خیلی گفتیم به یک دو ملت چسبیدن، شوونیست حقیقی هم نیستن بیچاره. شوونیست حقیقی هم نیستن. چون که همیشه وقتی که مثلا وقتی روس و چین میره بعد همش دهانش بسته میشود، آب میگیرد دهانش، نمیخواد درباره اون گپ زند. همین عینک وقتی میبینیم برادرو، عینک شفاف است. وقتی که عینک به چشم میگذاری هر چیز رو به همون شکل خودش و برنگ خودش میبینی. اما وقتی که عینک وقتی که شیشش زرد باشد یا قرمزی باشد یا دیگر رنگ باشد، وقتی گذاشتی همه چیز رو به همون، یعنی که همون مطابق به همون رنگی که در آینه و شیشه عینک است به هم میبینی. بنابراین باید که عینک عقل خود را شفاف کردیم که یک مسئله رو تونیم شفاف بینیم و بررسی کنیم و فهمیم. یکی چنگ و غبارهایی که در عقل هست باید اونها رو اول تازه کرد، بعد از اون در مسئله نگاه کرد، تا اینکه توانیم که یک بی‌طرفانه منصفانه از روی انصاف توانیم به یک مسئله بها دهیم. خب در آخر باز شوونیست‌ها رو خطاب میکنم، میگم که شوونیست‌های عزیز کم کم همون زهر خدا، زبان خدا بالای اون ملت‌های مسلط کنید که تاجیک را زیر پا میکنند، آبروی تاجیک زیر پا میکنند، تاجیک در جنگل برده شکنجه میکنند، با ویدیو میکنند، با در چطور میپرتاید. کم کم زبان بالای اونها مسلط کنید، نه بالای برادرای مسلمان ما که پهلو به پهلوی خود، پهلو به پهلوی هم 100 سالها با هم زندگی میکردیم و برادران زندگی میکردیم و با فرهنگی و زبان دیگر احترام متبادل داشتیم و خواهیم داشت.